شنونده عزیز، حالا گفتار 14 رو از سلسله خوانش بدیعی از روی رمان ساتیم اولوغزاده بوسه در قرائت محمد جان شودیف شنوید. لطفیه در فرنجی پیچیده با همراهی شوهرش آمد. زن دروازه در آمدن زمان چشمش به امیرقل غلطیده یک باره بیقرار شد. به ترس و هراس افتاد و فریاد زد که وای خودش کشت، خودش، من خبر ندارم، رحم کنید تان تقصیرها، من بیگناهم، تهمت. این کار خود بهترین اقراری باشد هم کار را باز چگیلتر کرده پرتافت. در این معرکه شخصی که بیش از همه مات و مبهوت ماند اینام جان بود. چون میرشب خواه و ناخواه رئیس باشد با کمال میل به کشادن چگیل شروع کردند. اینام جان سراپا گوش کردید. لطفیه سر دو پا نشسته به پرسش ها جواب میداد. سررشته سخن اکنون به دست رئیس بود. اویا شوهر سابق شما عنایت الله بای را امیرقل خودش کشت؟ تقصیر خودش. شما خبر ندارید؟ نه تقصیر، از مردنم خبر دارم و از این کار خبر ندارم. آخر من یک ضعیفی مشتی پر. خبر نداشته باشید کشتن او را از کجا میدانید؟ رئیس به طرف امیرقل که سربزیر افکنده در یک طرف نشسته بود اشاره کرده پرسید. نهایت انا در همین جا عقل و هوش پریده لطفیه بلانه خود برگشت و وی بدام غلطیدنش را فهمید. لرزید، درماند، سکوت کرد. جواب ده. این دفعه زنکی جنایتکار را تو گفته امر کرد رئیس. تو از کجا میدانی که بای بچه را امیرقل کشت؟ از زیر فرنجی آوازی غرمه برآمد که معنایش را فهمیدن دشوار بود. آنگاه میرشب از امیرقل پرسید. عنایت الله بای را کشتنی تو را این ایال از کجا میداند؟ نمیدانم، سر بالا نکرده جواب داد امیرقل. تو آدم کشتند را به یگان کس گفته بودی یا نه؟ نه گفتگیم نه. به این ایال هم نگفتی؟ نه. امیرقل سرش را باز پایین تر فرآورد. رئیس باز از لطفیه پرسید. تو به کشتن شوی سابقت قصد گردنی امیرقل را پیشتر میدانستی یا نه؟ من نمیدانم تقصیر، از جان جوانم جدا شوم که من خبر ندارم. لطفیه دیگر به معنای پرسش ها هم درست صرفم نمی رفت. آیا بعد از کشتنش خبردار شدی؟ سوال داد میرشب. آخر من چی دانم تقصیر، بعد از کشتنش بدگیستیه. چطور دانستی که کشنده امیرقل است؟ زنک به این سوال جواب نداد. هنگاس زده میگریست. امیرقل خودش با تو گفت می؟ پرسید رئیس. اعضای بدن لطفیه یک خنکی و لرزش فرا گرفت. نفسش تنگ شد. زبانی او دیگر از گفتار مانده بود. حس می کرد که به این عذاب و شکنجه دیرتاب آورده نمی تواند و از هوش می رود. رئیس و میرشب هم دیگر حاضران هم اکنون شبهه نداشتند که کشتار با اشتراک لطفیه یا خود با فرمایش او به عمل آمده است. اما در اینجا باز یک مسئله نو، مسئله چگونگی مناسبت لطفیه و امیرقل به میان می آمد. نخواد که زنک با این خدمتگار سابق خود علاقه ناروا پنهانی داشته باشد. اگر این اثبات شود یک خودی همین برای سنگسار کردن لطفیه بسنده است. رئیس قرار داد که گپ را پوست کنده گوید و ماند. اکنون سکوت و این کار سود ندارد.
گناه دویتان هم ثابت شد. تو رئیس به طرف لطفیه انگشت اشارتش را راست کرد. تو بیشک و شبهه شریکی قاتل هستی. شوهر سابقت را فرموده کشانده ای. رئیس و میرشب به طوری که فقط دویشان میشنیدند در چی باره به گفتگو در آمدند. در این اثنا انعام جان که همچنین به جنایتکار بودن زنش یقین کرده در اضطراب افتاده بود، فکر میکرد که لطفیه با این قاتل علاقه داشته است. حتی با وی زنا کرده باشد هم عجب نی. او مرا فریب داد. او را البته به دار میکشند یا سنگسار میکنند. در این صورت من انگشت نمای مردم نشده نمیمانم. مردک ناگهان از جایش جهیده خیسته کاردش را از غلاف کشیده به نزد لطفیه آمد و با شست و صدمه کارد را به شکمی او زد. لطفیه آواز نبرآورده به یک پهلو غلتید. امیرقل را بند کرده به بخارا بردند. او در ریگستان به قتل رسانیده شد. انعام جان باشد نه فقط جزا ندید، بلکه برای آن طور کشتن زن فاجیرش از حاکم تحسین و آفرین یافت. خوب کرده است، مردی بزرده و با ناموس بوده است. می گفت در حق او حاکم آستانه قل دیوان بگی. روزی از روزهای گرمی تابستان در شهر سبز جماعتی یکی از مسجدهای کناری شهر نماز پیشین را خوانده برآمده در بن دیواری مسجد مردی درویش نمایی را دیدند که سر به زانو خم کرده در حالتی مراقبه نشسته بود. او بسیار لاغر، موی و ریشی رسیده‌اش ژولیده، سر و تنش نهایت چرکین و پاره پاره بودند. مردم اول گمان کردند که گدای باشد، اما گدایان عادتاً با تربه و عصا می گردند. این مرد باشد نه تربه دارد و نه عصا. در بحر فکر و خیال یا شاید در گرداب غم و اندوه غرق شده است و به کسی هم نگاه نمی کند. از جماعت یکی به سر او رفته سوال کرد: بنده خدا، تو کیستی؟ چی کاری؟ درویش خسته حالانه سر بالا کرد و گفت: به من کاردار نباشید. من یک مسافرم، کمتر دم میگیرم و میروم. آخر بگو از کجا می آیی و کجا می روی؟ مسافر یک دم سکوت کرد و گفت: امروز از زندان برآمدم. به سر او سوال ها باریدند: از زندان؟ با چه گناه زندان شده بودی؟ مگر بیگناه برآمدی که آزادت کردند؟ خوانندگان البته پی بردند که این مرد درویش نما واسع بود. او خواه و ناخواه سرگذشتش را به پرسندگان نقل کرد. میرشب او را این پگاه از زندان برآورده گفته است: به طالع تو کشنده عنایت الله بایاف شد. برادر گریزه تو هم بیگناه برآمد. اکنون تو آزادی. به کجایی که خواهی رفتن گیر، چهار طرفت قبله. وقتی حبسش 5-6 تن پولی که داشت همه را زندانبانها از او کشیده گرفته بودند، گرداندن ندادند. نظیر فراری در کجا باشد او نمی داند. احتمال سر به کوه و بیابان گرفته پنهان شده گشتگی است. این جماعتی عبارت از کاسب و هنرمند، دهقان، دکاندار از واقعه آوازگشته لطفیه و امیرقل خبردار که بودند، نقل واسع را با شوق و مراق شنیده به حال غریبان تهمت زده افسوس خوردند و از خلاصی آنها اظهار خوشنودی نمودند. بای بای، خیریت که حقیقت آشکار شد. همین را گویده
نباشد این بیچاره بیگناه در زندان میپوسید. برادرش هم یک عمر گریزه شده میگشت. آخران باز به دست میغلطید دیگه. این بیچاره در زندان میپوسید و برادرش به دست افتاد وی هم بیگناه کشته میشد. از کثافت یک زنی گنده جان همین قدر آدم در عذاب مانده. در عذاب گفتید و ماندید. یک زنی گنده یک شهر ویران میکند. این هم جانی محسی فروشه نمیگویید؟ هیا بیچاره از باعثی آن منجلقی اول زن طلاق شد و بعد با منجلقی 3 روز می زندگی کرد و وی را کشت. استغفرالله. توبه. بعدی این مذاکره و محاکمه جماعت باز به واسه روی آورد. اکنون تو چیکار کردنی هستی بنده خدا؟ به وطنم می روم. تو بسیار افگار شدی کو. با این احوال چطور می روی؟ از زندان زنده برآمدم. اکنون این طرفش آسان، گفت واسی. پردیلی و خودباوری او را زندان هم کم کرده نتوانسته بود. دامولا امام به جماعت خود گفت: غریب بوده است، ریاضت کشیده است. آیا در بین شماها یگان ثوابجو نیست که این را به خانه‌اش برده 2-3 روز پروا کند تا اینکه بیچاره اندک به خود آید؟ جناب دامالله از چه سبب باشد که خودشان از بحر ثواب گذشته ثوابجویی را به دیگران حواله کردند. تشویش نکشید تقصیر. لاقیدانه گفت واسی: من اندک دمم را گیرم، بعد خودم راهم را یافته می روم. گدایی میکنی مگر؟ خیر گدایی کن، این در غریبی عیب نیست. فتوا داد امام. واسی با این همه ابگاری و تباهی احوالش گدایی را فکر نمی کرد. محبوسی 15 روزه در زندان غرور ذاتی او را شکسته نتوانسته بود. او از مصلحت دامولا امام رنجید. میخواست به وی گپی سخت زند، اما خودداری کرده جواب داد: تقصیر، من غریب باشم، عذاب و کلفت کشیده باشم هم آنقدرها ناتوان نیستم که گدایی کنم. شکر از دستم کار می آید. یک برده نانی حلالم را یافته خورده می توانم. اگر از این برادران کسی مرا برده کار فرماید و حق دید میلش می روم. را خرجی من برایت بس است. وی از چهره های آدمان می دید که جوابش به آنها پسند آمد. یک مردی دیقان نما پرسید: تو چی هنر داری؟ من یک دیقانی خاک باشم دادر. جفت رانی، درافگری، خیرمندکوبی کاری من است. جواز هم میکشم، بارکشی، گلکاری، چوپانی هم از دستم می آید. بارک الله، تحسین کرد یک موسفید. آدمی باریت بوده ای. همین خیل دلت را با قوت داری، انشاءالله خار نمی شوی. مردی سال خورده ای که از چهره گویا در آتش تاب خورده و انگشتان سیاهش او را آهنگر گمان کردن ممکن بود گفت: بیا با من با دروازه خانه‌ام یک حجره دارم. تو اول در همانجا 2-3 روز خواب کرده دمت را گیر و به خودت بیا. ثانی یک گپ می شود. واسی در حجره آن مرد که آهنگر نبوده بلکه خمدان چی خیشتپز بوده است جایگیر شد. از اهل گذر یکی به او جامه علاچه نیم داشت، یکی یک ته، دیگری لازمی کرباسین، چهارمی یک تا تاقی، پنجمی رومال میانبند آورده دادند. سرتراش گذر موی او را تراشید. همسایه های دور و نزدیک به وی هر روز نان و چای یا جرغات، یک کاسه نیم کاسه آش می آوردند. از روزی دوم سر کرده واسی در حجرچه بیکار نشسته نتوانست. برآمده در خمدان که در بیرونتری شهر بود
به کار خیشتبز و خیشتریزها یاری داده گشت. خیشتها برای یک نفر بایی که در بین شهرسبز و کتاب زمینهای غله کاری داشت از برای کدام یک عمارتی او ریخته می شدند. بعد یک هفته او یک درجه به خود آمده به غله دروی کرا شده در زمینهای همان بای درافگری کرد. با همراهی 3 نفر مردکار دیگر دروی یک قطعه کلان غله را بها کرده گرفته به کار شروع نمودند. درافگران در سر زمین کپه ساخته در همان جا استقامت می کردند. بای برای آنها هر پگاهی نان و جرغات، نصف روزی یک کاسگی خوراکی گرم می فرستاد. بیگاهی باشد خودی درافگران برای خودشان آش یرمه یا کوماچ می پختند. کار در هوای کشاد، آب صاف چشمکی درافگران از آن می نوشیدند تأثیر نیک خود را رسانیدند. سلامتی واسع رو به بهبودی آورده قوتش با تیزی برقرار شدن گرفت. دراو در 10 روز تمام شد. وقتی که او با مزد کارش به جای غله از بای 20 تنگه گرفته به شهر برگشت خود را تماما تندرست حس می کرد. اکنون به کوهستان برگشتن هم ممکن. نظیر گریزه اگر دستگیر شدن قاتل حقیقی را شنود البته خودش به بلجوان برمی گردد. واسه وطنش و عائله‌اش را بسیار پزمان شده بود. دیار پدری او، کوه‌ها، دره‌های آبشار و هوای بی‌غبار بلجوان برایش هیچگاه چنین عزیز و دلربا نبودند. در شهر او به مردکاران حصاری، کولابی، بلجوانی واخورده آنها را یک یک آغوش کرد. گویا که برادران همتنه خود را دیده بود. به اختیار به چشمانش آب می آمد. اما این مردکاران خبری ناخوش آورده بودند. در کوهستان گندم بهاری را ملخ خورده است. گندم تیرماهی باشد در بسیار جاها از خشکی سوخته رفته است. زیرا امسال هم بهار و تابستان خشک آمده، باران نهایت کم باریده است. از این می براید که باز قحطی می شود. واسه در خواطر افتاد. اگر کشتی غله او نابود شده باشد احوال عائله‌اش چی می شود؟ نخواد که باز گرسنگی یا نیم گرسنگی، باز علف و کنجاله خوری می شده باشد. هموطنان مصلحت دادند که واسه حاضر برای برگشتن به کوهستان شتاب نکند. باز مدتی در این دیار مردکاری کرده 5 و 6 مزد یافته برگشتن بهتر است. این مصلحت به واسه معقول افتاد. او به واسطه شناسان و دوستانی در خیشتریزی و درافگری پیدا کردهش برای یافتنی کار یاری داد. از آنها دسته به درافگری، دیگرها به خرمنکوبی، حمالی، هیزمکشی و کارهای دیگر بند شدند. خودی واسه هم باز به درافگری کرا شدنی بود. اما در این میانه به او یک کار نوی غیر عادی برآمده ماند. چندی پیش از تاشکند و سمرقند به ولایت شهرسبز برای مبارزه با ملخ یک گروه روس‌ها آمده بودند که برای اردوی ملخ یا بیواسطه به بالای خود ملخ حاکم چگونه زهر سبز رنگ، خاکه مرگ موش و دیگر چیزها را پاشیده آنها را می کشتند. دسته ملخکوش در بازگشت برای مرکبها و بارهایشان را تا سمرقند رسانیده دادند 2-3 نفر آدم کرا کردنی شدند. آشنای خمدانچی واسه از این کار خبردار شده واسه را به نزد آنها برد و به خدمت قبول کنند. آنها به هر کدام آدمی کرا شده غیر از ذات سفر خوراکی را باز 5 سومی پول روسی هم دادنی شدند. این پولی کلانی بود که برای خدمت 2-3 شبان روزی داده می شد. واسه با هموطنانش خیرباد کرد. دسته پگاهی پیش از طلوع آفتاب برا افتاد.
ملخکوش‌ها 4 نفر بودند. چهارمشان یک نفر تاتاری قدبست میان سالی بود که خدمت ترجمانی دسته را ادا می‌کرد. او غیر از زبان ازبکی کمتر تاجیکی را هم می‌دانست. کلان دسته باشد یک روسی نسبتاً جوانی باریکی چشم کبودی ملمویی بوده، به تنش لباس نظامی داشت. وی سواره پیش دسته از تابعان خود یک 30-50 قدم پیشتر می رفت. خیلی کم گپ و دایم غرق کدام یک فکر و خیالی بود. به خدمتگارانی کرا کردهش کاری نداشت و حتی از بودن آنها گویا که بیخبر بود. تنها یک واقعه خرد دقت او را با آنها جلب کرد. واقعه این است که در قریبی دهه جام کوتلی از پیش برآمد. واسه در وقتی به کوتل برآمدن از اسب کبودی سواری خود پیاده شده آن را ایتل کرده برآمد. اسب باری کذایی هم نداشت و حالا آنقدر مانده هم نشده بود. مگر همین چیز شریکی واسه مردکی سیاهگونه قد بلند شهری سبزی را که سواری اسب دیگری بود حیران کرد که او به واسه گفت: اسبت کم بار بردم که چرا پیاده شدی؟ تو هم پیاده شوی بد نمی شد، جواب داد واسه. برای چی من پیاده می شدم؟ اسب مرا به کوتل نبرارد و به من چی در کار؟ گفت مردک. با جانور زور آوردن خوب نیست. سوار شده گیر نادان، اسب اوروز کو زور بیاید به من تو چی؟ نادان خودی تو بوده ای که به من همین گپ ها را میگویی. جهلش آمده گفت واسه. با جانور رحم نمی کنی؟ مگر اسب اوروز اسب نیست؟ یا اسب هم کافر و مسلمان دارد؟ این گفتگو را تاتار شنیده به کلان دسته چیزی گفت. از افتکار ترجمه کرده داد. روسی ملموی استاده خندید و به واسه نگریست. کوهستانی کوه کوتلگرد زیر آفتاب سوزان در راه سنگلاخ اسبش را ایتل کرده پیاده و پایلوچ چست و چابک برابر سواران دیگر به کوتل می برآمد. در بالای کوتل راه هموارتر می رفت. واسه باز اسب را سوار شد. کلان دسته از پهلوی واسه و تاتاری ترجمان از پهلوی دیگر او اسب راندند. کلان دسته ناگهان به زبان آمده به گپ پرسیدن از واسه شروع کرد. پرسش های او و جواب های واسه را تاتار به یک دیگرشان ترجمه کرده می داد. اسب دوست بوده ای؟ مرکب را دریغ می داشته ای؟ آفرین. واسه را تعریف کردمان کلان دسته. اسب رفیقی راه دوستی آدم است، گفت واسه. با دوست جبر کردن گناه است. این گپ ترجمه شده بود که کلان دسته سری تصدیق جنبانیده به گوینده به نظری دقت نگاهی کرد و باز گفت: به کوتل برآمدنت را دیدم. زور بوده ای. بسیار آدمان در راهی هموار هم این خیل قدم نمی پرتایند. کوهستانی بودن ادیان؟ همین هم کوتل شد توره، خندید واسه. چون مردکی شهری سبزی به کلان دسته توره خطاب میکرد، واسه هم از او یاد گرفته بود. در کوهستان مردم ما پیاده با یک منبر به چندین عقبه میبرایند. اسب مانده میشود، کوهستانی مانده نمیشود. در بین گفتگو کلان دسته ناگهان پرسید: امیر خوب است؟ فقرایش را دوست می دارد؟ واسه تأمل کرده جواب داد: امیر را من فقط یک بار در قرشی دیدم توره. به وی کارم نفتیده است. اما اگر حاکم و رئیس و قاضی و املاکداران امیر را پرسید، فقرا از آنها بیزارند. بیزار؟ گشته پرسید روسی ملموی. 1000 مراتب بیزار، گفت واسه. آنها آدم نیم، همه گرگ و پلنگانی گرسنه‌اند توره. فقرا را گوسفندوار می‌دارند. من خیال کرده بودم که عملداران بد، بیره، دوست، پاره خور
به کوهستان ما می روند و عملداران این طرف ها با انصافترند، چون که به چشم امیر نزدیکند، از امیر می ترسند. اما دیدم ذات همشان یک بوده است، یکی از دیگرش بتر. واسی اطوار و کردار املاکداران خاولینگ و سری خاسار را مثال آورد. واقعی جریمه کشی خودش و حبس نظیر را نقل کرد. او نظیر را به خود برادر قیامتی دو دنیایی نامیده بود که روس هم تاتار هم به این نکته مراق خاص ظاهر کردند. نخواد که واسی محض از پی خلاصی نظیر این همه سرسانی و مشقت مسافرت را به گردن گرفته باشد. واسی دید که همصحبتانش یک قدر در تعجب ماندند. روس برای واسی مثل این که او را پیش از این در کجای دیده باشد با دقتی بیشتری نگاه می کرد. او باز ناخواست پرسید. اگر از خلق کوهستان پرسند که آیا فقرای پادشاه روس شدن می خواهید یا نه؟ فقرا چی می گفته باشند؟ خود واسی به این چی می گوید؟ من روسها را بار اول دیده ایستادم. جواب داد واسی. چه خیل بودن آنها را نمی دانم. در کوهستان ما یک تا نیم تا آدمان جهان گشته می گویند که روس زکون گفتنی یک چیز دارد. آن زکون را پادشاهشان در خزینه انداخته ماندگی. پادشاه هر کسی را که عملدار تعیین کند با وی همان چیز را برآورده نشان می دهد. در زکون چه خیل فقراداری کردن، چقدر خراج و زکات گرفتن، مردم را بی‌وجه زندان نکردن، جریمه نکردن، عذاب ندادن، همه‌اش گفته شدگی. عملدار از همان زکون بیرون برآمده نمی توانسته است. اگر بیرون برآید پادشاه در رو آن عملدار را از عمل می فرآورده است. همین راست باشد یا دروغ؟ اگر راست باشد چی؟ راست باشد کاری نقص ساز بوده است. اگر راست باشد فقرای پادشاهی روز شدن می خواهید؟ پادشاهی عادل را کی نمی خواهد؟ همه می خواهند. کافر باشد هم میلش. پادشاهی کافری عادل از پادشاهی مسلمان ظالم 100 بار به. روسی ملموی یک دم به اندیشه رفته به یال اسبش چشم دوخته راه پیمود و بعد باز به سخن در آمد. گفت که واسی مرد عاقل دلیر حقگوی می نماید، اما او یعنی کلان دسته بار تا حصار کولاب رفته بود. تاجیکان به نظرش مردمی دروندار مغمبیر هیلگر نمودند. سبب این چی باشد؟ اکنون این دفعه واسی در اندیشه ماند. بار اول بود که وی درباره خلق خودش چنین عقیده را می شنید. اگر تو عملداران سپاهیان را گوی گپت حق توره، گفت او. در بین آنها یگان تا آدمی دلصاف نیست. همه‌شان کج دلند، حرام خورند. دولتمند باشی خوش آمدت میزنند، فقیر باشی سنگت میزنند. ما مردمی بیازاریم توره، به هیچ کس بدی نمی کنیم. هر کسی که به کوهستان ما می آید اگر آدم خوب باشد، سگواری گزنده و گرگواری درنده نباشد، ما عزتش می کنیم. هر یک تاجیکی فقیر چیزی که در بساطش باشد، خواه یک تا نانش و خواه یک کف تلقانش باشد، به پیش او می آورد. احتمال تاجیکان را به تو همون عملدار و سپاهیان بد کرده باشند توره. در اینجا به یاد واسی حکایتی که یک وقتها در نارنج از بابایش بیلک شنیده بود آمد. او به راست بودن این حکایت افسانوی هیچ شک و شبهه نداشت. مردم ما نقل دارند، گوش کن توره. من به تو بگویم. باباهای ما تاجیکان در زمانهای قدیم از بلخ آمده در کوهستان جایگیر شده بودند. بهادر بودند، آنها هنرمند بودند. هر کدامشان چندین هنر می دانستند. کوهستان همه گورخانه و شغالخانه بوده است. آنها آبادش کردند. سنگها را چیده زمین کشاده دهقانی کردند. باغ و بستانها کردند.
дар кӯҳҳои баланд шаҳру қалъаҳо сохтанд. баъд ҳамашон даст ба каланду досу поза шуда шамширзаниро кам кам аз ёд бароварданд. шамширҳошонро ба шифту девори хонаҳо овихта монда буданд. ҳамааш занг задааст. ҷои чақарчақари шамширзанӣ, тақартақари суми асбон, ғулғули ҷангро нағмаи наю созу думбура гирифтааст. асбони бодпои майдонтоз ҳама кор зада, зоташон вайрон шудасту ба якамихҳои онҳо бобоёни мо гову хар мебастагӣ шуданд. шумо гуфтори 14-ро аз рӯи рамани Сотим Улуғзода Восе дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунидед.